رسول الله صلی الله علیه و سلم در کوچه های مدینه می رفتن که به یک قبر تازه رسیدن. میدانیم عزیزا، دیدن که قبر تازه هست، کسی تازه دفن شده. رسول الله صحابی کرام پرسیدن که من صاحب هذا القبر، این قبر است کیست؟ قبر تازه؟ گفتن یا رسول الله ای از محجن است. محجن کیست میدانیم؟ محجن زن سیاهی بود که مسجد رسول الله را جارو میکرد، مسجد پاک میکرد، مسجد نظیف میکرد. آیا میدانیم رسول الله چی فرمودن؟ رنگ و چهره مبارک تغییر کرد. به یاران خود گفتن که چرا من را به جنازه این زن خبر نکردی؟ من به جنازه می آمدم، چرا من اطلاع ندادین که بیایم به جنازه زن شرکت کنم؟ صحابه گفتن یا رسول الله شما خوابیده بودین، ما دل نشدیم که شما را از خواب بیدار کنیم. رسول الله گفتن نه، من اطلاع میدادین. فدای شدم یا رسول الله، فدایت یا رسول هاشمی، ای سید الانبیاء امام الانبیاء، فدای شدیم. میدانیم رسول الله چی میکنن؟ از پایین ترین فرد امت خود رسول الله بکار داره. کسی که مسجد خالی رسول الله را جارو زنه، رسول الله از او بکار دارن. صحابه میگن رسول الله پتو را اموار کردن، گفتم ما دوباره بر این نماز میخوانم. رسول الله رو به قبله استاده، فقط دعا میکرد یا الله یا الله به حق آن زن سیاه پوستی که مسجد خانه الله را تمیز میکرد. این جایگاه فضیلت مسجد است. رسول الله میگن هر کسی که مسجد خانه خدا را میسازه بر ایمانش گواهی بدین او ایمان داره. میگن هر کس به مسجد رفت و آمد میکنه بر ایمانش گواهی بدین که او مسلمانه. یک حدیث امروز نگاه میکردم اشکر از چشمان ما بر. عزیزا اگر بپرسم چی کسی عاشق مهمانی خدا در بهشت است، همه میگیم ما. همه عاشق دیدار خداییم، عاشق مهمان خداییم. رسول الله گفتن هر کس صبح و شام در مسجد خانه الله بره، خالق کائنات در بهشت برایش مهمان سرای آماده میسازه. طلاب مسجد برای من میگن بعض وقتا نیمه شب نگاه میکنیم که پدران موسفید وقت نفهمیده